اول هستی فقط نور بود، یک نور خیلی کور کننده. کلا اوایل بیگ بنگ جهان انقدر داغ و متراکم بود که اصلا ماده به شکلی که ما الان داریم میبینیم نمیتونست وجود داشته باشه. کل جهان فقط یه آتش غیر قابل تصور از پلاسما بود و تشعشعاتی که داشت پلاسما تولید میکرد. زمانی که جهان به اندازه کافی سرد شد، ذرات شکل گرفتن و اولین اتم‌ها به وجود اومدن. میلیون ها سال بعد بیگ بنگ که نور پراکنده شد، کل دنیای ما تبدیل شد به یک جهان سرد و تاریک که توش فقط یک مه غلیظ از هیدروژن و مقداری هلیوم وجود داشت. حالا سوال اینه که چطوری از یک کیهان مه‌آلود رسیدیم به یک جهانی با میلیاردها ستاره؟ اینجا یوسف و ما علی پهلوون. اولین ستاره‌ها بین 100 تا 200 سال بعد بیگ بنگ به وجود آمدن. توی این مدت جاذبه داشت آروم آروم اون مه سرد شده اولیه که یک سوپی از هلیوم و هیدروژن بود و توی ابعاد یک ابرهای اندازه کهکشان دور خودشون جمع میکرد. حالا توی همین ابرها توده‌های پیش ستاره کم کم به واسطه قدرت جاذبه خودشون شروع کردن شکل گرفتن. اما برای تبدیل شدن این توده‌های پیش ستاره به خود ستاره یک سری اتفاقات عجیبی باید میافتاد. قبل اینکه بخواد ستاره شکل بگیره باید اون گازایی که توی خود او ابر هست شروع کنه سرد شدن. سختی کارم اینجا بود که شما وقتی میخوای گازا رو فشار بدی که تبدیلش کنی به یک جسم واحد، این خودش گرما تولید میکنه و گرما یعنی حرکت بیشتر و در واقع اینا هی میخوان جدا بشن و پس بزنن هم دیگه رو. پس برای تشکیل ستاره باید به نحوی این گازا هم فشرده میشدن هم سرد میشدن تا زمانی که گرانش میتونست به قدرت فشار این گازا غلبه کنه و اونا رو کنار هم دیگه نگه داره. مثال سادهش مثل نحوه کارکرد هیتره. نگاه کنه وقتی آهن هیتر داغ میشه، تک تک اتم‌های فلزی تو شروع میکنن به حرکت زیاد و این حرکت باعث میشه که یک انرژی رو از خودشون بریزن بیرون که اون انرژی مثل تابش مادون قرمزه که ما رو مثل گرما دریافت میکنه. حالا مشکل اینجاست که توی ابتدای جهان فلزی وجود نداشت و تنها عناصر اولیه هیدروژن و هلیوم بوده و ما میدونیم که مولکولای سنگین‌تر و پیچیده‌تر از هلیوم و هیدروژن خیلی راحت‌تر میتونن گرما رو انتقال بدن. یعنی به زبون سادهش سرد شدن به روش تابش و تشعشع مثل یک هیتر برای اون گازا راحت‌تره وقتی که اون گاز کثیف‌تر باشه، یعنی فقط از هیدروژن و هلیوم تشکیل شده نباشه. به همین دلیل در حال حاضر می‌دونیم که اون ستاره‌های اولیه با جرم بیشتری داشته باشن به ستاره‌ای که الان ما داریم توی هستی دور و بر خودمون می‌بینه. ابرهایی که این ستاره‌ها تو شکل گرفتن نیاز به جرم بیشتری داشتن تا بتونه گرانش برای قدرت فشار گازی وسطشون غلبه کنه و اونا رو کنار همدیگه نگه داره. حالا زمانی که گاز به اندازه کافی فشرده شد، تونست یک هسته داغ توی مرکزش به وجود بیاره که این باعث شد اولین واکنش‌های هسته‌ای شروع به شکل گرفتن کنه. توی هسته ستاره‌های اولیه هیدروژن به هلیوم تبدیل شد و همین پروسه ادامه پیدا کرد. یعنی باز هلیوم به اتم سنگین‌تر مثل کربن و اکسیژن و نیتروژن تبدیل شدن و این پروسه اینقدر ادامه پیدا کرد تا تمام اون جدول مندلیوف یعنی تمام عناصر موجود در جهان شروع کنن به شکل گرفتن. دانشمندان به مولکول‌های سنگین‌تر از هیدروژن میگن فلز یا متال. پس یعنی هرچی انواع مولکول توی یک ستاره بیشتر باشه، اون ستاره متالیسیتی یا فلزیت بیشتری داره. حالا وقتی فضای بین ستاره با مولکولای پیچیده‌تر و سنگین‌تر پر بشه، کلا شکل‌گیری ستاره راحت‌تر میشه و این ستاره شبیه‌ترن به ستارهایی که ما الان داریم دور و بر خودمون یعنی با تلسکوپ توی آسمون می‌بینیم. کلا جالبه که ما هنوز نتونستیم اولین ستارهایی که شکل گرفتن رو با تلسکوپ ثبتشون کنیم، ولی از اطلاعاتی که داریم مطمئنیم که باید وجود داشته باشن. کلا یکی از تفاوت‌های نجوم با بقیه علما همیه. ما مثل علمای دیگه نمیتونیم مثلا بگم یک تیکه از یک چیزی رو برداریم روش آزمایش انجام بدیم و مستقیم کار کنیم. ما فقط میتونیم نگاه کنیم. شکل‌گیری فلز توی اولین ستاره فقط دلیل اهمیتش همین سرد شدن گازها و شکل‌گیری ستاره‌های جدیدتر نبود. همون فلزها تبدیل به پایه‌های اولیه شدن برای شکل‌گیری سیارات دیگه و حتی خود ما. به وجود آمدن خورشید، زمین، کل منظومه شمسی و حتی مواد اولیه زندگی دقیقاً از همین نقطه شروع شد. کارل سگن که یک فیزیکدان آمریکایی خیلی خفنه میگه کیهان درون ماست و ما از باقی ستاره‌ها به وجود اومده. در واقع هم اصلا اشتباه نیستا. همین الان نسبت به وزن ما 90% ما رو اتم‌های تشکیل دادن که یا داخل ستاره‌ها شکل گرفتن یا بعد از مرگ ستاره و توسط انفجار اونا به وجود اومدن. جالبه بدونن اون 10% دیگه هم هیدروژنیه که از همون اول یعنی از زمان بیگ بنگ بدون هیچ تغییری مستقیم به ما رسیدن. کل کیهان شناسی به ما قابلیت شناختن بنیادین خودمون رو میده و اینکه اصلا چجوری به وجود اومدیم و قوانین فیزیک دارن چجوری کار میکنن. کارل سگن یک جمله دیگه هم داره که میگه ما راه و روشی هستیم برای که جهان خودشو بشناسه. چاکس برار.